یه جنس مو آوردم اروپایی و پرچالش، صاف، نازک و موام خرمایی و پوست سرم روشن. البته این مشتری هم خودش ایرانی نبود. با 10 میلیمتر گادلاین رو انداخته بودم، فقط اینجا انداختم که شما ببینید. منطقه استارت هم با صفر همین ماشین انداخته بودم. الان با 1 میل میام یه مقداری پرت میکنم خط بالاتر و خط صفری که مونده بود و با 25 صدم همین ماشین محوش میکنم. 6 میل رو میام ارتفاع پایین تا زیر 10 میزنم. این مشتری من مجارستانیه و تو سفارت مجارستان تو ایران کار میکنه. بگذاریم 4.5 میلیمتر هم تا زیر 6 شروع میکنم به حرکت دادن و خیلی حواسم از با دقت این کار رو انجام میدم، چون این مو فوراً روشن میشه. حالا میرم با 1.5 میلیمتر گارد باز ارتفاع پایین شروع میکنم تا قبل از اینکه به 4.5 برسم حرکت میکنم و مستقیم محوش میکنم و خط باقی مونده از 1 میل رو با 1.5 میلیمتر کامل محوش میکنم. باقی مونده رو شروع میکنم به لکه گیری کردن. تیره‌ای متمرکز رو سعی میکنم که کمترش کنم. حالا چالشی که همتون داری دقیقاً موقعی هستش که میخوایم این گادلاین رو محوش کنیم. تو ایرانی هم این جنس موها هسته. چالشمون هم اینه که وسط فضای تیرمون یهوی روشنی به وجود میادش. حالا گادلاین رو با 10 انداخته بودم، الان میرم سراغ 13 و بعدش میرم سراغ خود 10 میلیمتر. خیلی آروم و با احتیاط روش کار میکنم. این هم شد نتیجه فیدمون. به به.